کنکورسات این این نظر این برادر عزیز همین چیز حقیقتا تیمار آخه این در تیمار بودنش یگان شبهه نیست. حتی همون آیت قرآنی که این نمال خمر و المیسیر همون میسیری که در قرآن اومده همون تیمار است که خدای مهربان همه تیمار مقصد گفته ریجسون این عمل شیطانی پلید است و عملهای شیطانی است. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شما از این عملهای شیطانی مقصد کنار بسین، دور بسین تا نزدیما نجات بیابید. ولی حقیقتا همیشه فکر میکنن یا نمیدونن یا ممکن که میدونن. تیمار هم میدونم که حرام این تیمار. حتی اینش با مثال فهمیدن در کار. ما میدونیم بوزیوم مثال حرامه لیکن ما این چیزا میدونیم. اگر باشد که دانسته همی کار کنن ولی همون کلمه هایی که مثال با خودی همراه با بسم الله آغاز کردن و با انشاءالله سر کردن و این چیزها را دیگر در درون استفاده بردن تمامیت ممکنه همین چیزها را برای آن استفاده میبرن که خیلی مردم ما که از بس که بسیار همین مسلمانان دینشان را دوست میدارن و همین کلمه ها را که دوست میدارن شاید همین هم رنگ یک خاک پوشی باشه در با چشم مردم. مبلغ به دست می آوردگی حلال نیست. یک دویمش که همون قسم هایی که اگر میخرد حالا که مثال من راستی به همیش وقت توجه ندارم با میشتم که حتی میگه در همون درونم همون در همون کنکورس هم مقصد با همتری نیرنگ و حیله ها هست که همون چیزهایی که اساسی را که میگذارن مقصد در همون کنکورس هاشون با همون با دستای مثال یکان نفرهای علایده میرسه گفته در این شریف شون هم هست. حتی در همون دقیقه هایی که در همین وقتی که در همین صرف میکنم همون وقت هم حتی پیش خداوند البته گناهگارن که وقت حتی نادرست گذراندگی هم